فانوسی باشند برای روشن‌تر دیدن آینده، برای فهم بهتر پرسش‌هایی که ذهن بشر امروز را درگیر کردند و برای ساختن نسلی که به جای پاسخ‌های ساده به عمق مسئله‌ها می‌اندیشد. ما اینجاییم نه فقط برای آموختن، بلکه برای الهام گرفتن، برای به چالش کشیدن ذهنمان و برای زنده نگه داشتن شوق دانایی. امروز در کنار یکی از اساتید برجسته کشور سفری خواهیم داشت به دنیای اندیشه و تحلیل. امیدواریم این رویداد آغازگر مسیری باشد برای حرکت‌های بزرگتر در سطح فردی، علمی و اجتماعی. از طرف برگزار کنندگان این برنامه به شما خوش آمد می‌گویم. حضورتان افتخار ماست و انگیزه ما برای ادامه این مسیر. خانم دکتر، صدای من هستش آقای مهندس؟ منم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگر اجازه بدید من ارائه‌ام رو شروع کنم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فائزه عباسی هستم، کارشناس مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور. کار تخصصی در زمینه مدل سازی هستش و شبیه سازی پخش آلاینده های پرتویی و هسته‌ای. امروز با ارائه در خصوص سامانه JIRO2 در خدمت شما هستم. سامانه‌ای هستش که در واقع مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در این مرکز نصب، راه اندازی و توسعه داده شده و لازم به ذکره که به دوستان عرض کنم این سامانه توسط مؤسسه فناوری کارسروهای آلمان توسعه داده شده و در اختیار مرکز نظام قرار داده شده. من عرایضم رو توی این ارائه با معرفی ابتدا خود سامانه شروع خواهم کرد. اینکه این سامانه کاربردهاش تو چه مواردی هستش، در خصوص نحوه استفاده، در خصوص در واقع پایگاه‌های داده‌هایی که نیاز هستش ما برای اجرای یک شبیه سازی توی این نرم افزار لازم است استفاده کنیم صحبت خواهم کرد. مدل‌ها و ماژول‌های مختلفی توی این سامانه گذاشته شده، راجع به اینها عرض خواهم داشت خدمت دوستان. واسط گرافیکی سامانه رو یه مقدار با هم آشنا خواهیم شد و در نهایت برخی از خروجی‌ها، مهمترین خروجی‌های این سامانه رو در قالب 2 سناریو تمرینی با دوستان مرور خواهیم کرد. همونطور که دوستان ملاحظه می‌فرمایند JIRO2 از واژه Java Based Real Time Online Decision Support System اقتباس شده. سامانه پشتیبان تصمیم گیری هستش. اگر دقت کرده باشید من از ابتدای صحبتم تأکید دارم به اینکه این سامانه است. خیلی وقتا دوستان اگر که با شبیه سازی و مدل های مختلف شبیه سازی آشنایی داشته باشن، بیشتر ما از واژه نرم افزار استفاده میکنیم. میگیم نرم افزار هات اسپات، نرم افزار های اسپلیت، نرم افزار کروم. ولی در مورد JIRO2 ما نمیتونیم واژه نرم افزار رو استفاده کنیم، برای اینکه یک سامانه ای هستش که سامانه ها و نرم افزارهای مختلفی در دلش گنجونده شده تا بتونه به تصمیم گیران کمک کنه در مراحل مختلف بروز یک فوریت هسته‌ای و پرتویی در خارج از سایت تصمیم گیری داشته باشن. من روی اسلایدهای اول یه مقدار بیشتر تمرکز میکنم چون که بعضی از واژه‌ها مهم هستش تا دوستان در بیشتر با جزئیات کاربرد این سامانه آشنا بشن. همونطور که ملاحظه میکنید 2 تا کلمه برای ما خیلی اهمیت داشته که فوریت، مراحل مختلف فوریت و یکی بیرون سایت. یعنی اولا فوریت هم که دوستان اطلاع دارن منظورمون شرایطی هستش که یک حادثه پرتویی یا هسته‌ای رخ میده. یعنی یا یک راکتور برش حادثه رخ میده یا یک زیردریایی هسته که حالا یک در واقع حالا یک راکتوری توی زیردریایی هسته باشه یا نه یک انفجاری که حاصل از یک انفجاری رخ میده که اون انفجار یک انفجاری هستش که توی اون ماده منفجره ماده پرتوزا وجود داشته باشه.
ما تمامی موارد رو جزء مراحل فوریت در نظر میگیریم. چرا؟ چون وجود یک ماده پرتوزا یعنی بلافاصله بعدش رهاسازی اون ماده به درون به محیط اطراف و اثرات و عواقبی که اون مواد در واقع ذرات آلاینده به محیط خواهند داشت. ما از مرحله شروع رهاسازی تا پایان، تا سالهای بعد با توجه به نیمه عمرهای مختلفی که هسته‌های پرتوزا دارن، با این سامانه میخوایم مراحل مختلفی رو با هم طی کنیم و به تصمیم گیران بگیم الان توی این شرایط شما باید چه تصمیمی رو برای حفظ جان یا نجات جان افراد و یا محیط زیست اتخاذ کنید. واژه مهم بعدی کلمه بیرون سایت هستش. ببینید دوستان، وقتی که یک راکتور براش اتفاق میفته، حادثه اگر برای یک راکتور تو هر جایی از دنیا رو رخ بده، دو تا در واقع دیدگاه نسبت بهش وجود دارن. یکی میگن آن سایت، نگاهی که آن سایت هست در مورد خود راکتور و اطرافش هستش و شعاع اطرافش. یکی نگاهی که بیرون از راکتور وجود داره، این قراره که مردم و عموم جامعه و محیط زیست رو درگیر کنه. این سامانه برای مراحل مختلف فوریت که من جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت خواهم کرد، برای بیرون از سایت هست. یعنی باز تاکید میکنم برای عموم مردم و محیط زیست. اگر در معرض رهاسازی ذرات آلاینده قرار بگیرن، به کمک ما خواهد آمد. نکته بعدی در مورد این هستش که این سامانه یک سامانه چند کاربره هستش. همونطور که ملاحظه میکنید تو در واقع در تصاویری که اینجا گذاشته شده، بخشی از خروجی ها رو ما واسه شماتیک رو اینجا آوردیم. منظور چی از چند کاربره هست؟ یعنی این سامانه از این سرور مرکزی در واقع متشکل از یک سرور مرکزی و تعدادی کلاینت هستش که همزمان میتونن چند کاربر از این سامانه استفاده کنن. حتی ممکنه این کاربران در مناطق جغرافیایی مختلفی هم قرار داشته باشن، ولی طراحی این سامانه به گونه‌ای بوده که این اجازه رو میده که همزمان چند کاربر ازش استفاده کنن با توجه به توان و قدرتی که سرور اصلی و مرکزی داره. مقیاس هایی که میتونه شبیه سازی ها رو انجام بده از مقیاس لوکال شروع میشه تا جهانی. یعنی اگر حادثه فقط برای کشور ما اتفاق بیفته، این محدودیت رو نداریم که بگیم فقط بعد حادثه برای کشور ما اتفاق بیفته تا شبیه سازی رو داشته باشیم. خیر، اگر حادثه در هر جایی از این کره زمین که راکتوری باشه، یک حادثه پرتوی هسته‌ای رخ بده و ما اطلاع از مکان اون حادثه داشته باشیم، میتونیم به کمک این سامانه شبیه سازی هامون رو انجام بدیم. همچنان که ما تو مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور، زمانی که درگیری‌های شدیدی تو در واقع جنگ بین روسیه و اوکراین بود و نیروگاه‌هایی مثل زاپوروژیا، مثل سایت کورسک یا خملنیتسکی بارها مورد در واقع حمله قرار گرفت از دو طرف، ما تو مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور این در واقع رصد می‌کردیم، شبیه سازی می‌کردیم تا ببینیم که آیا عواقب رادیولوژیکیش کشور ما و منطقه ما رو هم در بر خواهد گرفت یا خیر. این از در دست کاربر بازه بتونه هر جایی از دنیا این شبیه سازی ها رو انجام بده. تمام فازهای فوریت هستی و رادیولوژیک رو که چون من اسلاید بعد میخوام راجع به این در واقع عبارت توضیح بدم، همینجا اکتفا میکنم تا اسلاید بعد بیشتر خدمتتون توضیح بدم. و اصلی ترین شاید بگم صحبت من روی کلمه عبارت بعدی است که برای تمام اقدامات حفاظتی و مداخله‌ای این سامانه کاربرد داره. همینطوری که ملاحظه میکنید تو خط اول ما کلمه از این ابزار عمومی که ابزار پشتیبان تصمیم گیری معرفی کردیم. یعنی چی؟ یعنی میخواد کاربر باید در واقع مدیر بالادستش به فرد تصمیم گیر در صحنه حادثه اطلاع رسانی کنه، کمک کنه با توجه به شبیه سازی که انجام داده که الان با توجه به شرایطی که رخ داده نیاز هست به اینکه چه اقدام حفاظتی انجام بشه برای اون جمعیتی که درگیر شدن از این آلودگی. یعنی لازمه جمعیت تخلیه بشن از اون منطقه، یعنی آلودگی انقدر شدیده لازم است نه تخلیه نشن، پناهگیری رخ بده، بمونن تو خونه هاشون، در و پنجره ها رو برای اقدامات حفاظتی انجام بدن، یا نه توزیع قرص یود انجام بگیره کافی هستش.
یا جابجایی موقت یا دائم انجام میگیره. تمام این اقدامات حفاظتی رو با توجه به شبیه سازی و اطلاعاتی که ما به سامانه از در واقع اون بروز اون رخداد دادیم، این سامانه میتونه در اختیار ما قرار بده. قابلیت دیگه این سامانه این هستش که در سیستم عامل‌های مختلف قابل استفاده هستش و همینطور که خدمتتون عرض کردم سرور مرکزی کار محاسباتی این در واقع شبیه سازی ها رو انجام میده. کلاینت ها، کاربرها میتونن از استفاده کنن که بتونن خروجی ها رو در واقع دریافت کنن و پایگاه داده ها ماژول های محاسباتی مختلفی داره که جلوتر خدمت دوستان عرض خواهم کرد. اما اسلاید بعد در خصوص کاربرد تو فازهای مختلف فوریت هستش. این فازهای مختلف فوریت فقط از زمان بروز حادثه نیستش که ما رو درگیر میکنه برای استفاده از این در واقع سامانه. اگر ملاحظه بفرمایید حتی تو فاز آمادگی، یعنی هنوز هیچ حادثه‌ای رخ نداده، ما کشورهایی که حالا به نوعی با راکتور یا با هر در واقع ماده پرتوزایی توی هر مکانی در واقع کار دارن، حضور داره اون ماده پرتوزا، حتی کشورهایی که ندارن راکتور ولی همسایگانشون راکتور داره، در هم نزدیکی هم که مرز کشورش یک راکتور وجود داره، حتی اون کشورها هم از این سامانه دارن استفاده میکنن تا بتونن اگر اتفاقی افتاد زودتر اینها در جریان در واقع آمادگی یک حادثه رو داشته باشن. توی فاز آمادگی بیشتر وقتی بخوایم مانوری رو برگزار کنیم میریم از این سامانه استفاده میکنیم، سناریوهای مختلفی رو شبیه سازی میکنیم. میگیم اگر مثلا یک زمانی برای راکتور بوشهر حادثه رخ داد، از در واقع حادثه سخت رخ داد، مثلا اگر قلب ذوب شد، چه شبیه سازی ها به ما چه خروجی هایی میدن و کدام مناطق رو درگیر میکنه و باید چه اقدامات حفاظتی رو اونجا انجام بدیم. در واقع میبینیم که یه جوری استراتژی های حفاظتی ما به کمک این سامانه مشخص میشه. اما اگه حادثه رخ داد، فازهای مختلف حادثه رو ملاحظه میکنید. فاز فوریت از چند ساعت اولیه، یعنی حادثه رخ داده از چند ساعت شروع میشه تا چند روز آینده، از چند روز، ماه و حتی چند سال فاز گذار هست. گذار از مرحله فوریت، یعنی فوریت تموم شده یا نه، کی تموم میشه فوریت. ما به اون فاز میگیم فاز گذار از مرحله فوریت. وقتی مرحله گذار به پایان میرسه میشه فاز طولانی مدت که برای دهه‌های آینده هستش. اون وقت هستش که در واقع دیگه وضعیت جایی که حالا توش حادثه دیده به یک وضعیت استیبل رسیده، به یک وضعیت ثابت پایداری رسیده. ما اونجا هم میتونیم از خروجی های سامانه کمک بگیریم برای اینکه بگیم خب الان حادثه رخ داده، چندین دهه ازش گذشته، آیا اون مناطق میشه براش برنامه‌ای داشت که قابل سکونت باشه، قابل کشاورزی باشه و یا خیلی بتونیم بهره برداری های مختلفی ازش داشته باشیم. ببینید دوستان، همینطور که خدمتتون گفتم از ساعات اولیه حادثه تا دهه‌ها ما میتونیم از این سامانه کمک بگیریم. توی این اسلاید من معماری نرم افزار رو خدمتتون ارائه میدم. مقصود از معماری نرم افزاری که این سامانه با این حجم از در واقع زیر سامانه های مختلف، داده ها، مدل ها و ماژول های مختلف چطور کار میکنه. همینطور که خدمتتون عرض کردم یه سرور مرکزی داره که کار محاسباتی رو انجام میده. توی این سرور مرکزی یک داده های دیتابیسی ما هست، داده های مختلفی رو ما میبینید لایه به لایه این داده ها وارد این سرور مرکزی میشن، توش پردازش انجام میگیره. کلاینت ها فقط مشاهده و خروجی ها رو در اختیار دارن. انجین هم که مشاهده میکنید منظور مدل ها و ماژول های مختلفی هستش، یعنی داده ها واردش میشن، با استفاده از اون کد های محاسباتی خروجی ها رو اینجا پردازش انجام میگیره و خروجی ها رو توسط کلاینت ها خروجی ها رو مشاهده میکنن. اما بحث اصلی بعدی ما گفتم هم که خدمتتون ما پایگاه داده های مختلفی رو توی این بخش داریم. میخوام ببینیم این پایگاه داده های مختلف منظور چه پایگاه داده هایی هستش.
به طور کلی پایگاه داده ها رو به 3 دسته اصلی تقسیم بندی میکنیم. داده های هواشناسی. خود داده های هواشناسی به 2 صورت ایستگاهی و شبکه بندی شده مورد استفاده قرار میگیرند. برای دوستان تاکید میکنیم رو داده های هواشناسی به عنوان یکی از مهمترین پایگاه داده ها، چون هر جایی ماده پرتوزه، حالا چه به صورت این که ما با یک راکتور بخوایم صحبت از یک راکتور باشه، یک صحبت از یک بمب ماده پرتوزه حضور داشته باشه، به هر دلیلی اگر حادثه رخ بده، اگر رهاسازی با ذرات آلاینده رو داشته باشیم، این جو هستش که و الگوهای گردش اتمسفری هستن که مهمترین شاید منبع در واقع عامل انتقال این ذرات هواپرت هستن. پس سرعت، جهت باد و خیلی پارامترهای هواشناسی دیگه تاثیرگذار هستن بر مسیر انتقال این آلودگی. هم ایستگاهی هم شبکه بندی شده. من نمیدونم دوستان چقدر با داده های هواشناسی آشنایی دارن. داده های هواشناسی که ایستگاهی همه دوستان با دوستان ایستگاه هواشناسی رو در واقع آشنایی داشته باشن، دیدن توی مکانی پارامترهای اصلی هواشناسی به صورت روزانه 8 ساعت یک بار در واقع ثبت میشه توی ایستگاه توسط دیدبان و این داده ها عمدتاً با ماهیت لوکال رو دارن. یعنی ما فقط تو شعاع چند صد کیلومتر رو بخوایم با رصد کنیم بگیم اوضاع جوی یک ایستگاه رو، اون منطقه رو از این داده های ایستگاهی استفاده میکنیم. اما داده های شبکه بندی شده چیا هستن؟ ببینید دوستان، اون محدودیتی که ما تو استفاده از داده های ایستگاهی داشتیم، گفتیم داده های ایستگاهی فقط به یک شعاع محدودی رو میتونن به ما از وضعیت جوی اطلاع رسانی داشته باشن، ولی بقیه در واقع مناطق چطور؟ آیا ما تو دوردست‌ترین مناطق یا اصلا دوردست نباشه، همینجا تو به عنوان مثال من شهر تهران رو خدمتتون عرض کنم، ما ایستگاه‌های 5-6 ایستگاه اصلی داریم که از ایستگاه قدیمی و مهم ما هستن. اما خود شهر تهران توپوگرافی که داره و وضعیتی که داره باعث شده که هر ایستگاهی یک اقلیم متفاوتی رو نشون بده و این باعث شده که در واقع رو بیارن به اینکه این داده ها رو به شکل شبکه بندی شده تولید کنن. داده های شبکه بندی شده از ورودی داده های ایستگاهی، ورودی داده های که از ماهواره های در واقع سرکش از دور کمک میگیرن، معادلات جوی و خیلی عوامل دیگه با هم دیگه ترکیب میشن، درونیابی میشن و داده های شبکه بندی شده رو تولید میکنن. این داده ها خروجی مدل های هواشناسی هستن. بعضی به 2 دسته تقسیم بندی میشن. داده های شبکه بندی شده ای که جهانی هستن، یعنی پایگاه های مختلف جهانی که 2 تا از معروف ترین پایگاه ها، پایگاه نومدز برای امریکا و پایگاه ECMWF برای اتحادیه اروپا، این داده ها رو تولید میکنه و به صورت کاملا فعلا پایگاه در واقع نومدز به صورت رایگان در اختیار همه کشورهای دنیا قرار میده. ما از این داده ها پس نیاز داریم که استفاده کنیم. دومیش لایه‌های اطلاعات جغرافیایی هستش. لایه‌های 5 لایه اصلی: بافت خاک، جمعیت، کاربری اراضی، توپوگرافی و دوستان این لایه مهمی که من اینجا جدا آوردم، داده های رادیو اکولوژیکی برای هر خورده. این داده ها هم به صورت شیپ فایل، اگر دوستان با نرم سامانه GIS یا ArcGIS یا کوانتوم GIS آشنایی داشته باشن، منظور از لایه های اطلاعاتی که به صورت شیپ فایل هم هستش، اون لایه ها رو ما لایه بافت خاک، لایه جمعیت اون منطقه، لایه کاربری اراضی، توپوگرافی که به دم معروف هست و در واقع داده های رادیو اکولوژیک رو به قالب شیپ فایل وارد سامانه میکنیم. اطلاعات بعدی که دیگه مورد نیاز ما هستش مشخصات سایت های هسته‌ای هستن. چرا؟ چون ما باید نوع اگر بدونیم مثلا یک راکتوری تو کشور مثلا اوکراین مثلا راکتور زاپوروژیا مورد آسیب اگر آسیب ببینه، ما باید بدونیم که این راکتور از چه نوعی هستش، سوخت مصرفیش چی هستش. چرا؟ چون این 2 تا مشخصه به ما تعیین میکنن که میزان رهاسازی به چه صورت هست. پس مشخصات بعد راکتورهایی هسته یا هر در واقع موردی که مورد بررسی قرار میدیم و باید داشته باشیم.
این ستای اول جز مهمترین در واقع پایگاه داده های این سامانه هستن. یه سری ایستگاه هایی هم هستن که آهنگ دوز گاما رو اندازه گیری میکنن. ایستگاه های هشدار آنی معروف هستن، تو سراسر کشور هم این توزیع جغرافیاییشون یعنی پخش شدن و قرار داده شدن و مورد پایش قرار میگیرن. اینها هم حالا بیشتر جلوتر خدمتتون عرض می‌کنم و بیشتر کجا به کار در واقع برای استفاده از این سامانه مورد استفاده قرار میگیرن. داده‌های رادیو اکولوژیکی هم خدمتتون گفتم یکی از لایه‌های جغرافیایی اصلی مورد استفاده تو سامانه هستش. چرا؟ چون برای ما مهم هستش که اگر حادثه‌ای رخ بده تو مثلا تو راکتور بوشهر، اگر داده‌های هواشناسی به ما بگن که این ذره آلاینده، این پلوم، این ابر پرتوزا داره به چه سمت حرکت میکنه و کدام شهر رو و روستاهای اطراف رو در بر میگیره، حرکت ابر پرتوزا قطعا از روی یک زمین کشاورزی خواهد بود، از روی یک منطقه شهری خواهد بود یا روستایی که توش محصولات کشاورزی داره مورد کشت و مصرف قرار میگیره. پس تمامی این عوامل باید مورد بررسی قرار بگیرن. چرا؟ که آیا ما باید به فرد تصمیم گیر اطلاع بدیم که نیاز هست به اینکه اون منطقه دیگه محدودیت مصرف مواد خوراکی اعمال بشه و سایر موارد. اون صحبتی که ابتدا در واقع این ارائه خدمتتون عرض کردم در خصوص اینکه ما باید ارائه مشاوره و توصیه بدیم در خصوص اقدامات حفاظتی، برای این به اون دلایلی که عرض کردم خدمتتون ما نیاز به این داده ها داریم. توی این اسلاید میخوام در خصوص مدل های پخش جوی با دوستان صحبت کنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم جو و اتمسفر مهمترین عامل پخش یک آلاینده که رها میشه در واقع از استک یک راکتور هستش. مدل های پخش جوی در وهله اول به دو بخش تقسیم میشن، مدل های کوتاه برد و بلند برد. خوشبختانه سامانه جیرودوس تو این سامانه هر دو مدل هم کوتاه برد و هم بلند برد در واقع توسعه داده شده و کاربر میتونه به راحتی با توجه به اینکه حادثه کجا رخ داده، آیا در داخل کشور خودش رخ داده، ما برای نیروگاه اتمی بوشهر از مدل کوتاه برد استفاده میکنیم زمانی که داریم نیروگاه خودمون رو شبیه سازی میکنیم. اما اگه بخوایم خارج از ایران شبیه سازی داشته باشیم و نیروگاهی که برای کشور ما نیست، از مدل بلند برد استفاده میکنیم. خود مدل کوتاه برد به سه نوع اصلی، سه تا مثلا این کاربر قدرت انتخاب داره، اینکه بدون شرایط محیطی اطراف راکتوری که داره شبیه سازی میکنه به چه صورتی هستش. این شرایط محیطی کمک میکنه به اینکه مدل گوسی رو انتخاب کنه، اگه منطقه مسطح باشه، اگه منطقه کوهستانی و غیر مسطح باشه از مدل های لاگرانژی دیپکات و لازاد انتخاب کنه. برای مدل های بلند برد هم باز مدل مچ توسعه داده شده و LSMC مچ. یعنی این در واقع اسلایدی که توی این بخش آورده شده فقط برای اینکه به دوستان عرض کنم که توی این سامانه تنوع مختلفی از آن چیزی که نیاز هست به اینکه کاربر استفاده کنه دیده شده. حتی قابلیت دیگه‌ای که این سامانه داره این هستش که بحث پیش پردازندگی داده‌های هواشناسی رو داره. دوستان همینطوری که اطلاع دارید خروجی در واقع مدل‌ها و داده‌های هواشناسی به شدت در وقتی که در مقیاس خرد اقلیم داریم صحبت می‌کنیم از ارتفاع و کاربری اراضی متأثر میشن. یعنی وقتی که در واقع یک سیستم جوی به عنوان مثال از سمت غرب کشور از مدیترانه وارد کشور ما میشه ولی وقتی میاد وارد ایران میشه الگوی رفتاریش کاملا متفاوت هستش. چرا؟ چون میاد وارد جایی میشه که یک سمتش زاگرس و یک سمتش البرز هستش. خود زاگرس، رشته‌های زاگرس و البرز روی الگوی گردش جوی کشور ما تأثیر میذارن. حالا وقتی از زاگرس عبور میکنه با یک بیابان، با یک منطقه در واقع خشکی کویر مرکزی ایران مواجه میشه. تمامی این تغییر ارتفاع و کاربری اراضی روی رفتار الگوی جو اثر میذاره.
این در واقع توی این سامانه این پیش پردازنده تعبیه شده برای اینکه داده هواشناسی واقعی مورد استفاده قرار بگیره. یعنی در تحلیل های انتهایی ما بر اساس یک داده ریل داریم در واقع عمل میکنیم. من یکی به عنوان نمونه شکلی رو نشون دادیم در واقع آوردیم که بدونید منظور از این که این داده هواشناسی فرایند پیش پردازندگی یا پری پروسسینگ انجام میشه یعنی چی. اگه دوستان در واقع این شکل رو ملاحظه کنن داره جهت جریان باد رو نشون میده. این پررنگ و کمرنگ شدن فلش ها داره تأثیر ارتفاع و کاربری اراضی که اطراف نیروگاه هست رو بر سرعت و جهت باد نشون میده. در حالی که سرعت باد ما ثابت 4 متر در ثانیه گرفتیم، ولی وقتی که در واقع ارتفاع و کاربری اراضی لایه ارتفاع و کاربری اراضی داره روی اون سرعت باد و حتی جهتش تاثیر میذاره. خب بعد از اینکه من خدمت دوستان در خصوص معماری این سامانه و داده هایی که لازم هست، پایگاه داده عظیمی رو ما در واقع نیاز داریم برای این سامانه. وقتی که این صحبت ها تموم شد و در خصوص مدل های پخشم خدمتتون توضیح مختصری رو دارم، میخوایم حالا بدونیم که حالا داده ها رو وارد سامانه کردیم، اطلاع دادیم که سامانه به چه صورت داره کار میکنه. حالا میخوایم بریم سراغ بحث محاسباتی سامانه. دوستان برای بحث محاسباتی اولین مدل محاسباتی مدل اتمسفری بود که خدمتتون توضیح دادم. خب حالا جریان یک الگوی جوی اتمسفر با مدل LSMC معروف هستش حرکت آلاینده ها رو به ما نشون داد. این آلاینده ها خب حتما در اتمسفر معلق باقی نمیمونن، بالاخره بعد از مدت ها، حالا این مدت بازه زمانی روزها، ساعتها، روزها، ماهها و سالها قراره که نهش داشته باشن بسته به مسیر که در واقع اتمسفری پیش بینی میکنه. این نهش میتونه توی یک منطقه کشاورزی باشه، دریایی باشه، جنگلی باشه، یا یک محیط شهری باشه و در واقع زنجیره مواد خوراکی رو متأثر کنه. توی این سامانه برای هر کدوم از این محصولات ماژول اختصاصی تعریف شده. همینطور که توی در واقع شکل شماتیک ملاحظه میکنید، اتمسفریک دیسپرژن مدل پخش جوی مشخص میکنه که حرکت در واقع ابر پرتوزا به چه سمت هستش. اگر این حرکت به سمت یک محیط آبی باشه، ما از ماژول بعدی مدل هیدرولوژی استفاده میکنیم، یعنی برای محیط های آبی این ماژول رو استفاده میکنیم که ببینیم توی این محیط آبی چه اتفاقی حالا قراره بعد در ادامه، یعنی این مثل یک سیر داستانی میمونه. وقتی یک حادثه رخ بده و یک رهاسازی رخ بده، ما به صورت داستانوار مثل خط داستانی رو مرور میکنیم، با شبیه سازی میکنیم که خب پخش جوی به ما نشون داد کجا رفت، حالا به کدام محیط وارد میشه، اگه اون به اون محیط آبی وارد میشه چه اتفاقی براش میفته، چه در واقع زنجیره مواد غذایی تو در واقع محیط آبی رو به چه صورت شبیه سازی میکنه، یا نه وارد فقط نهشت میکنه، وارد در واقع ماژول مواد خوراکی تو محیط‌های شهری خشکی میشه. ببینید برای هر کدوم از اینها یک ماژولی در واقع تعبیه شده. من در خصوص داده‌های هواشناسی قبلا خدمتتون صحبت کردم. اینجا این اسلاید آورده شده که فقط توضیح بدم خدمتتون که ما سابقا تو خیلی از در واقع نرم افزارهایی که کار پخش اتمسفری رو انجام میدادن میومدن داده‌های فقط ثابتی رو در نظر میگرفتن، عمدتاً سرعت و جهت باد رو در نظر میگرفتن. ولی خب امروزه انقدر توان پردازش بالا رفته و سرورهای قوی و قدرتمندی مورد استفاده قرار میگیره که کمک کرده به اینکه ما از داده‌های واقعی و شبکه بندی شده استفاده کنیم. همونطور که خدمت دوستانم عرض کردم، پایگاه داده نومز وابسته به نوآ که نوآ هم خودش یکی از در واقع مجموعه زیر مجموعه ناسا هستش، این پایگاه داده های هواشناسی رو تولید میکنه که ما به عنوان GFS میشناسیم. داده های GFS Global Forecast System داده های در واقع سیستم پیشبینی جهانی هستن، با رزولوشن های مکانی و زمانی متفاوتی هم کاربر میتونه داده ها رو دریافت کنه. منظور از این رزولوشن مکانی چی هستش؟ ببینید تمام کره زمین رو به شکل سلول به سلوس مربع‌های کوچیک در نظر میگیره. هر مربعی نیم درجه است، یعنی حدودا 60 کیلومتر میشه. استفاده از داده های واقعی خیلی اهمیت داره، به خصوص گفتم
عرض کردم خدمتتون برای بحث ارزیابی ریسک. اونجایی که اگه یک دوره حالا به خاطر که سرورها در دسترس نبودن از میانگین سرعت باد از یک سری داده‌های عددی استفاده می‌کردن که یک عدد ثابت بود، بیشتر الان اون اعداد برای بحث آموزشی استفاده میشه. ما توی بحث در واقع یک کار عملیاتی دیگه از این داده‌های ثابت استفاده می‌کنیم، از داده‌های شبکه بندی شده استفاده می‌کنیم. این تفاوت شاید این سامانه با بقیه نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار میگیره این هستش که این داده هایی که داره استفاده میکنه به خصوص به عنوان داده هواشناسی که از مهمترین داده های ورودی ما هستش، داده های در واقع واقعی هواشناسی رو استفاده میکنه. خب یه نمونه از در واقع زنجیره مدل ها رو من اینجا خدمتتون میخوام توضیح بدم. ببینید برای زمانی که یک حادثه در واقع به صورت اضطرار فوریت رخ میده، ما اول زنجیر مدلی که استفاده میکنیم مدل LSMC هستش، مدل پخش اتمسفری هستش به عنوان مهمترین و شروع کننده در واقع مدل سازی ما. بعد اگر بخواهیم در چند ساعت اول فقط کاری نداشته باشیم که حادثه ابعاد و بزرگیش چی هستش، فقط ما بخوایم بدونیم که در واقع اثر اقدامات چه اقدام مداخله‌ای رو باید انجام بدیم، ماژول امرسیم رو انتخاب میکنیم. اگه بخوایم برای چند روز و ماه و سال آینده بخوایم بدونیم که سرنوشت این ذرات آلاینده به چه صورتی میشه، ماژول دپو رو انتخاب میکنیم. و اگر بخوایم باز برای دهه‌های آینده بخوایم بدونیم که این نهش روی محصولات منطقه در واقع محصولات غذایی ما تو مناطق کشاورزی، تو مناطق روستایی و شهری چه در واقع سرنوشتی دارن، ماژول FDMT رو انتخاب می‌کنیم. دوستان این سامانه کاملا یوزر فرندلی است، به این صورت که خود کاربر میتونه با توجه به نوع و شدت حادثه، نوع فوریت و فاز فوریت خودش این ماژول ها رو در واقع ترسیم کنه و توسعهش بده. اینجا هم یک نمونه از ماژول هیدرولوژی رو خدمتتون آوردم. تمام صحبت هایی که تا الان در واقع خدمتتون داشتم رو توی این اسلاید و اسلاید بعد، این اسلاید در مورد مدل سازی جوی و اسلاید بعد در مورد هیدرولوژی در واقع برای جمع‌بندی مطلب آورده شده. پس ما داده های رهاسازی رو لازم داریم، بدونیم که اگه حادثه رخ بده رهاسازی ذرات آلاینده چه عناصر چه ذرات در واقع پرتوزایی به محیط وارد شده. هواشناسی رو لازم داریم برای که مسیر انتقال رو بدونیم و داده های توپوگرافی، لند یوز، دم منطقه و داده های لایه های اطلاعات جغرافیایی رو لازم داریم که همه اینها بعد از اینکه داده های هواشناسی روش فرآیند پردازش انجام شد به ما در واقع مسیر انتشار رو میدن. این مسیر رو میتونیم با استفاده از مدل های پخش مختلف انتخاب کنیم و این خروجی ها در نهایت منجر به خروجی بشه. این خروجی ها به ما چیا میدن؟ همه این کارا رو کردیم. اولین چیزی که اهمیت داره این که اگه تو فاز فوریت هستیم سریع به ما یک اقدامات در واقع مداخله‌ای رو به ما بده، دوز رو محاسبه میکنه و در نهایت این هستش که تمام این اطلاعات به تصمیم گیر منتقل میشه تا بتونه یک تصمیم در واقع مناسبی رو تو زمان فوریت اتخاذ کنه. ماژول هیدرولوژی سامانه رو مشاهده میکنید. ماژول هیدرولوژی هم در واقع از حوزه های آبریز تا رودخونه ها تا اقیانوس ها و خیلی مواردی که بستگی به نوع محیط آبی که آلوده شده قابلیت این رو داره که شبیه سازی ها رو توی محیط ها انجام بده. تو این اسلاید واسط گرافیکی سامانه رو مشاهده میکنید. همونطور که ملاحظه میکنید مثل خیلی از در واقع در سامانه ها و نرم افزارهای دیگه این قابلیت و قابلیت‌های مختلفی داره، اما چیزی که حالا شاید بتونم به دوستانم که با نرم افزار سامانه GIS اگه سامانه اطلاعات جغرافیایی آشنایی داشته باشن، در واقع این واسطه گرافیکیش دقیقاً همون سامانه GIS هستش. اونو توسعه دادن، یعنی مشابه یک GIS توسعه دادن صفحه نمایش GIS، چرا که کاربر به راحتی بتونه خروجی ها رو به نقشه تبدیل کنه. از نقشه مهمترینش هستش، میتونه جدول در واقع نمودار و خروجی های دیگه رو به ما بده. یه نکته‌ای که من اینجا میخواستم خدمتتون عرض کنم هستش که
این اقدامات مداخله‌ای که ما گفتیم تا الان خدمتتون عرض کردیم، به خصوص در زمان فوریت برای فرد در واقع مسئولی که تصمیم گیر هستش ما میخوایم ارائه بدیم، این برای هر کشوری تعریف شده هستش. برای کشور ما فعلا بر اساس در واقع اقدامات حفاظتی رو بر اساس معیار آژانس استفاده میکنیم. برای هر کشوری هم باز میتونه برای خودش این معیارها رو تعریف کنه و توی این سامانه اضافه کنه. باز اینجا ادامه در واقع با معرفی واسطه گرافیکیش نوار ابزارهای مختلفی رو آورده شده. شما میتونید یه پروژه جدید رو ایجاد کنید. اگه پروژه قدیمی رو دارید میتونید اینجا باز کنید، میتونید ذخیره داشته باشید. مرورگرهای بخشای این قسمت‌هایی که پیام‌ها نشون داده شده رو میتونید حتی مخفی کنید. میتونید لایه‌های مختلف جغرافیایی رو از این قسمت به علاوه فراخوانی کنید، بزرگ کوچیک کردن و نمایش در واقع پلات ها با این در واقع آیکون ها هستن. خطکش داره برای که ما بتونیم فاصله ها رو ترسیم کنیم و خیلی موارد دیگه که به طور مختصر تو این اسلاید نشون داده شده. خب خروجی های سامانه گفتیم هم به شکل نقشه هستش، هم نمودار و هم جدول. حتی میتونه نقطه به نقطه رو ما اینجا کلیک کنیم انتخاب کنیم و مقادیرش رو به ما بده. من تو این چند اسلاید آخر میخوایم با هم یه سناریوهایی رو، 2 تا سناریو رو با هم مرور کنیم و خروجی ها رو باز بیشتر روش صحبت کنیم. سناریوی اول فرض شده که ساعت 13:30 تاریخ این تاریخ تو یکی از ترانسفورماتورهای واحد یکم نیروگاه بدون هیچ دلیل مشخصی اختلال به وجود اومده و راکتور رو اعلان خاموشی کردن و بهره بردار در واقع نیروگاه حتما باید به مسئولین محلی، به خود آژانس و همینطور کشورهای همسایه بر اساس پروتکل موجود اطلاع رسانی کنه از وقوع یک حادثه. تو زمانی که این ساعت دقت کنید دوستان، تو این ساعت فقط اطلاع رسانی انجام شده و راکتور خاموش شده ولی هنوز رهاسازی رخ نداده. با یه تأخیر چند ساعته رهاسازی رخ داده. داستان کار ما با جیرودوس از اینجا شروع میشه. یعنی از زمانی که رهاسازی ذرات آلاینده و هسته‌های پرتوزها از استک راکتور خارج شدن. ما از اینجا میگیم یک حادثه بوی بیرون سایت هست، آف سایت هستش. بر اساس سناریویی که موجود هست تو کتابخونه سامانه رودوس شبیه سازیمون رو انجام میدیم. دوستان اگه خاطرتون باشه من گفتم میزان رهاسازی یا سورسر یکی از مهمترین ورودی‌های ما هستش. داده‌های هواشناسی رو می‌خواستیم، سورسر می‌خواستیم و لایه‌های مختلف اطلاعات جغرافیایی. میزان رهاسازی رو تو سناریویی که داریم مشخص کردیم. به ما اطلاع داده شده، فرض شده که حادثه یک حادثه اضطرار هستش. با توجه به اینکه نیروگاه بوشهر در اطرافش در منطقه کوهستانی نیستش، ما مدل پخش جویمون رو مدل ریمپاف انتخاب کردیم و میخوایم بدونیم که برای 48 ساعت آینده این رهاسازی، این حرکت ابر پرتوزا چه سرنوشتی رو خواهد داشت. شبکه محاسباتی ما 800 کیلومتر هستش. اقدامات حفاظتی، معیارهایی که انتخاب خواهیم کرد معیارهای آژانس هستش و ما از کاربر میخواهیم که وقتی که این تنظیمات رو انجام بده این خروجی ها رو به در واقع فرد تصمیم گیر ارائه بده. اولین خروجی دیگه که کلود ارایوال تایم یعنی چی؟ یعنی به من بگم زمان حرکت ابر پرتوزا به چه صورتی هستش. هر ساعت به ساعت تو خروجی نقشه به ما نشون میده که چه شهرهایی رو تو ساعتهای آینده این ابر پرتوزا قراره که متأثر کنه. خروجی بعدی کلود ارایوال تایم، کلود لیوینگ تایم هستش. میگه حالا که شما به من میخواید نشون بدی که این ابر پرتوزا مثلا به مثلا به تنگستان، به دشتی، به شهرستان اطراف نیروگاه میخواد چه ساعتی برسه، حالا خروجی بعدی میخواد به ما نشون بده که حالا چه ساعتی قراره که این ابر از اینجا خارج بشه و منطقه رو ترک کنه. دوستان این خیلی خروجی‌های مهمی هستش، به خصوص زمانی که برای نیروهای امداد رسان، زمانی که میخوان وارد منطقه بشن ما بهشون اطلاع میدیم که الان ابر پرتوزا تو اون منطقه هستش و تو این ساعت قرار از منطقه خارج بشه. خروجی بعدی ازشون میخوایم که مناطق متأثر
مناطقی که متأثر شدن و لازمه که اقدام حفاظتی ما مشخص شده که توزیع قرصیات فقط به کودکان انجام بگیره. اون مناطق رو باز به ما نشون میده، کاملا رو نقشه به ما نشون میده. خروجی بعدی ازشون میخوایم که برن و در واقع مناطقی که لازمه اواکویشن تخلیه انجام بگیره رو به ما نشون بده. این خروجی ها رو از کاربران میخوایم که برای ما به شکل نقشه نشون بدن و یه وقتی در واقع رئیس و مدیر بالادستی از کارشناسش میخواست که نقشه و خروجی رو به من بده، ولی لطفاً یه در واقع گراف، یه نموداری هم به من بده که من میخوام بدونم که تو نمودار بیشترین آلودگی پرتوزا تو زمانهای نخست حادثه تو کدام به چه صورت بوده، کجاها بوده و مسیر و اون سیر روند در واقع آلودگی به چه صورتی داره، صعودی به چه صورتی پیش میره. با این خروجی میتونیم پلات ترسیم کنیم و سایر موارد. این مورد آخر به خصوص خیلی جالب شاید باشه برای دوستان که مثلا به ما میگه که activity concentration, foodstuff activities map, fruits, raw products, cesium isotope, potential time dependence. دوستان یعنی به ما از ما میخوادش که ما بیایم برای در واقع میزان سزیوم رو تو مناطقی که حالا متأثر شدن، بر اساس سناریو، بر اساس حادثه رخ داده، سزیوم یکی از ذرات پرتوزایی هستش که رها شده به محیط. میخوایم بدونیم میزان سزیوم توی میوه ها و تو محصولات در واقع مواد خام خوراکی به چه صورت، میزانش به چه صورت است. این خروجی رو هم به ما میده. نگاه کنید الان توی این اسلاید من خروجی مربوط به حرکت ابر پرتوزا رو خدمت دوستان نشون میدم. اگر حادثه توی بر اساس این فرضیات مثلا در راکتور بوشهر اتفاق بیفته، تو زمانی که ما شبیه سازی رو انجام دادیم این حرکت ابر پرتوزا حرکت شمال شرقی است و این شهرها رو متأثر خواهد کرد. یعنی فرد تصمیم گیر با دیدن این نقشه متوجه میشه که با چه اقدامات حفاظتی رو باید انجام بده، کجاها باید انجام بده، چقدر وقت داره اصلا. این ابر پرتوزا مثلا 48 ساعت آینده به این مناطق خواهد رسیدش. اطلاع رسانی ها انجام میگیره و از همه مهمتر اگه لازم تخلیه انجام میگیره دیگه میدونه من مردم اون منطقه رو باید به مناطقی که تو قسمت جنوب و جنوب شرق هستش هدایت کنم، نه به قسمت شمال شرق. سناریوی دوم فرض شده که زلزله رخ داده و این وقوع این زلزله باعث آسیب مدار خنک کننده واحد یکم نیروگاه بوشهر شده و اعلان شرایط اضطرار شده و احتمال داره که ذوب قلب به عنوان یک سیویر اکسیدنت شناخته میشه رخ بده. ساعتی که این زلزله رخ داده رو نشون میده. خدمت دوستان عرض کردم ساعت رهاسازی برای ما مهم هستش. رهاسازی با این اختلاف ساعت 6 رو خواهد داد. بعد با توجه به اینکه شرایط اضطرار رو اعلام کردن ما زنجیره مدل امرجنسی رو اجرا خواهیم کرد. باز گفتم با توجه به بوشهر یک منطقه کوهستانی نیست، از مدل پخش رینپاف استفاده می‌کنیم و ما می‌خوام بدونیم این دفعه برای 72 ساعت آینده پیش بینی کنیم که حرکت ابر پرتوزا به چه صورتی به کجاها رو متأثر خواهد کرد و چه اقدامات حفاظتی لازم است ما انجام بدیم. از کاربرم میخوایم در پایان شبیه سازیش توتال افکتیو گاما دوز ریت رو برای همه عناصر پرتوزا بر ما برای فرد تصمیم گیر ارسال کنه. توی تمرین دوم ما همون شرایط رو داریم، شبیه سازی دوم ما با این فرض که یه مقدار مقادیر میخوایم میزان رهاسازیمون رو تغییر بدیم، زمان رو هم تغییر دادیم. دوستان داده های رهاسازی و داده های هواشناسی که وابسته به زمان هستن خیلی تو خروجی ها تاثیرگذار هستن. بریم با هم نگاه کنیم خروجی ها رو. نگاه کنید شبیه سازی اول که تو یک زمان دیگه ای بوده، این در واقع همه مفروضات ثابته و فقط زمان تغییر داده شده. شبیه سازی دوم رو نگاه کنید وقتی زمان تغییر پیدا میکنه فقط چند ساعت هم تأخیرها، یعنی این که بگیم تغییر زمان یعنی فقط چند ساعت با تأخیر انجام شده. ابتدا این شبیه سازی رو ما انجام دادیم و اگر فرض کنیم با چند ساعت تأخیر حرکت ابر پرتوزا رو داشته باشیم، رهاسازی رو داشته باشیم، ببینید چه تفاوتی فاحشی میتونم بگم که رخ داد. تمامی در واقع این خروجیات که من اینجا خدمت دوستان عرض کردم
من نشون دادم برای این هستش که بگم این سامانه یه سامانه هستش که کاربر به راحتی میتونه در واقع مفروضاتی که به واقعیت نزدیک هست، یعنی تو محیط اطراف داره اتفاق میفته و رخ میده رو شبیه سازی کنه، چه در زمانی که حادثه رخ نداده، یعنی یک سناریو رو داره بررسی میکنه، میخواد آماده باشه برای زمان فوریت، و چه زمانی که یک فوریتی در واقع اتفاق میفته. این سامانه بیشتر 140 خروجی داره که با توجه به زمان فاز فوریت ما میتونیم از خروجی هاش استفاده کنیم. ممنونم از وقتی که گذاشتید و به صحبت‌های من گوش دادید. اگر سوالی هست، نکته‌ای هست، من در خدمتتون هستم. خسته نباشید. دست در نکنه خانم دکتر. ممنون. خواهش میکنم. فقط من یه سوالی داشتم، البته 2 تا سوال. یکیش اینه اون موقعی که مثلا ناکازاکی و هیروشیما رو بمباران کردن، خب اون پورتوها مثلا با این تحلیلش میتونیم واسمون یه تحلیلی بکنی؟ حقیقتش یه وقتی توسعه پیدا کردش که در واقع اون حوادث رخ دادن و ما فقط الان کاری که مثلا ما تو مرکز نظام این بررسی رو انجام ندادیم، اما میدونم توسعه دهندگان این سامانه تو مؤسسه کارلسروه آلمان وقتی میخواستن صحت سنجی کنن بدونن که این سامانه تمام مواردی که لازم هست که تاثیرگذار باشه تو اینکه شبیه سازی درستی رو داشته باشن، حادثه در واقع چرنوبیل رو باهاش شبیه سازی کردن و تست گرفتن و دیدن که خوب عملکرد خوبی داره، عملکرد نزدیک به واقعیتی داره این سامانه. اما میتونم بگم که این صحبتی که شما کردید رو میتونید خودتون حالا یا سایر دوستان این به عنوان یک ایده بیان و با این سامانه در واقع بررسی کنن. درسته، اینو قبول دارم. فقط منتها الان اون ابرا مثلا اون فاجعه‌ای که تو چرنوبیل رخ داد، خب البته تون بالای 50,000 تن فقط پورتو وارد هوا شد. آیا الان هم همچین امکانی داره که در حال تکثیر باشه و به کشورهای دیگه بره؟ آیا اون نرم افزار این قابلیت داره الانش هم بررسی بکنه که بگه وجود داره یا نه؟ دقیقاً. ببینید من همونطور که خدمتتون عرض کردم تا فازهای طولانی مدت که برای دهه‌های آینده هستش رو این سامانه میتونه شبیه سازی کنه. یعنی الان خب چند سال از اون حادثه گذشته و ما شاید بگیم تو فاز طولانی مدتش هستیم، تو فاز شاید استیبل باشه، ولی میتونیم با کمک این سامانه هنوز همون بررسی ها و شبیه سازی های خودمون رو انجام بدیم. بله این قابلیت رو داره. ممنونم، دست در نکنه، لطف کردید. از دوستان اگه کسی سوال داره در خدمتیم. خواهش میکنم دوستان پیام در واقع تشکر ارسال. من از این وقتی که دوستان در اختیار ما قرار دادن ممنون هستم. امیدوارم که انجام کارهای مدل سازی با سامانه های مختلف، با نرم افزارهای مختلف همیشه در واقع کمک کنه به این که ما کارهای پژوهشی تحقیقاتی خوبی رو در واقع توی این زمینه انجام بدیم. خواهش میکنم. اکنون که به پایان این گفتگوی اندیشه برانگیز میرسیم، فرصتی است برای قدردانی، بازتاب و دعوت. نخست با نهایت احترام و سپاس از سرکار خانم استاد دکتر فائزه عباسی که با سخنان عمیق و بینشمندشون پنجره‌های نو به سوی اندیشه علمی گشودند. حضور و صداقت علمی ایشان بی‌تردید چراغ راه بسیاری خواهد. از شما عزیزان، همراهان، مشتاقان و فریختگان نیز قدردانی می‌کنیم. اینکه در این عصر پرمشغله زمانی را برای فکر کردن و یاد گرفتن اختصاص دادید نشان می‌دهد که آینده از آن شماست. ممنونم خانم دکتر، دست در نکنه. شب و روزگار شما خوش. اگه واسه صحبت پایانی چیزی هست ما در خدمتیم. خیر عرضی ندارم. منم از شما و همه دوستان شرکت کننده نهایت تشکر رو دارم. ممنون از وقتی که گذاشتید. امیدوارم که مطالبی که عرض کردم خدمتتون مورد استفاده قرار گرفته باشه. سپاسگزارم، لطف کردی. شب و روزگار خوش. سپاسگزارم.